راه غلط رو نرو، مسیر درست رو انتخاب کن. توی این ویدیو مسیر درست آماده شدن برای آیلتس از سطح 0 تا نمره 7.5 رو بهت آموزش میدم. اول بهت میگم که نمره 7.5 چه سطحی از زبان هست، بعد بهت میگم که چقدر طول میکشه که از سطح 0 به این سطح رسید، چه کارهایی باید در هر سطح انجام داد و همچنین چطور برای آیلتس باید آماده شد. در انتها هم یک لیستی از بهترین منابع رو برای هر سطح و برای آیلتس بهتون میدم. اما ابتدا نمره 7.5 معادل چه سطحی از زبان هست؟ این نمره معادل سطح C1 است. اول برای اینکه این سطح از زبان رو درک کنیم باید با معیار CFR آشنا باشیم. این یک معیار استاندارد اروپایی هست برای اندازه‌گیری سطح زبان‌ها و طبق این معیار و جدول راهنماش ما 6 تا سطح داریم: A1, A2, B1, B2, C1 و C2. سطح A1 جایی هست که فرد میتونه کلمات و جملات خیلی ساده رو تولید کنه. سطح A2 فرد میتونه مکالمات روزمره اما ساده رو هندل کنه. در سطح B1 فرد میتونه در موقعیت‌های روزمره ارتباط بگیره در بیشتر موقعیت‌ها. در سطح آپر اینترمدیت یا B2 فرد میتونه متون تخصصی‌تر، پیچیده‌تر و گفتار پیچیده‌تر رو متوجه بشه و همچنین تولید کنه. در سطح C1 انتظار میره که فرد بتونه مقالات طولانی‌تر بنویسه، در مورد اکثر موضوعات صحبت کنه و تسلط بالایی داشته باشه. سطح C2 هم که تقریباً معادل تسلطی مثل یک نیتیو اسپیکر بر سطح زبان هست. حالا اگر بخوایم از سطح 0 به سطح C1 برسیم چقدر طول میکشه؟ طبق خود این معیار ما اگر بخوایم به سطح A1 برسیم باید حدود 100 ساعت آموزش و مطالعه داشته باشیم. اگر ما بنا رو بر این بذاریم که روزی 2 ساعت منظم و مرتب هر روز درس میخونیم و آموزش میبینیم، حدود 1.5 ماه حداقل طول میکشه که ما به سطح A1 برسیم. بعد از اون با 100 ساعت دیگه نیاز داریم که به سطح A2 برسیم، یعنی حدوداً حداقل 1.5 ماه دیگه با در نظر گرفتن هر روزی 2 ساعت مطالعه. بعدش اگر بخوایم، یعنی تا اینجا 3 ماه طول میکشه که ما به سطح A2 برسیم. بعد اگر بخوایم به سطح B1 برسیم حدود 200 ساعت آموزش و مطالعه نیاز داریم و این هم میشه حدود 3 ماه. و بعد از اون اگر بخوایم به سطح B2 برسیم 200 ساعت دیگه آموزش نیاز داریم، 3 ماه دیگه. و اگر بخوایم به سطح C1 برسیم بعد از اون 200 ساعت دیگه آموزش نیاز داریم. و در این یعنی در خوشبینانه ترین حالت، در بهترین حالت ما حدود 13-14 ماه زمان نیاز داریم که از سطح 0 به C1 برسیم. اما این خیلی خوشبینانه است، به فاکتورهای بسیار زیادی بستگی داره. مثلا اینکه میزان کیفیت مطالعه شما به چه شکلی است. آیا تمرکز کافی دارید؟ یه سری از مسائل فردی رو رعایت میکنید، مثل کیفیت خوابتون، میزان انرژیتون، اون تایمی که مطالعه میکنید در بهترین حالت خودتون هستید، بیشترین تمرکز رو دارید، در طول مطالعه پرش ذهنی ندارید، همچنین سرعت یادگیریتون این یه چیز نچرال و پرسوناله. مثلا من خودم یک آدمی هستم که زبان رو خیلی زود یاد میگیرم ولی در مقابل ریاضی رو خیلی دیر یاد میگیرم و شما ممکنه برعکس باشید. مثلا یک مهارت دیگر رو خیلی زود یاد بگیرید، زبان رو دیر یاد بگیرید، یا ممکنه زبان رو خیلی زود یاد بگیرید، مهارت دیگر رو دیر یاد بگیرید. بنابراین به عوامل مختلفی بستگی داره و طبق تجربه‌ای که من داشتم از سطح 0 تا سطح C1 حداقل 2 سال برای بیشتر افراد طول میکشه. در ویدیوهای بعدی در مورد نحوه برنامه‌ریزی درست و علمی و کاربردی براتون توضیح میدم. پس کانال رو سابسکرایب کن و حتما اون ویدیو رو ببین. اما چه کاری باید در هر سطحی از زبان انجام داد؟ در سطح A1 یا بگینر هدف اینه که ما پایه‌های زبان رو یاد بگیریم و تقویت کنیم. این یعنی که ما حداقل 1000 واژه رو بلد باشیم یاد بگیریم، دیالوگ‌های روزمره رو تمرین کنیم مثل سلام، احوالپرسی، معرفی و غیره. به پادکست‌های خیلی ساده مثلا کارتون‌ها و انیمیشن‌های خیلی ساده گوش بدیم و بتونیم جملات ساده رو بنویسیم.
در سطح A2 هدف گسترش دایره لغات و توانایی توصیف تجربه‌های ساده است و همچنین تقویت گرامر. یعنی در این سطح حداقل 2000 واژه رو باید بلد باشیم، 2000 واژه پرکاربرد رو. ساختارهای زبان رو باید یاد بگیریم، مثلا حال ساده، گذشته ساده و غیره. بتونیم داستان‌های کوتاه در سطح A2 رو بخونیم، بتونیم پاراگراف‌های کوتاه رو بنویسیم و مکالمات روزمره و ساده رو بتونیم هندل کنیم. در سطح B1 باید بتونیم 3000 واژه فعال رو بلد باشیم، گرامرهای پیچیده‌تر مثل حال کامل و اینا رو بلد باشیم، مثلا جملات شرطی 1 و 2 رو بلد باشیم، بتونیم متن‌های طولانی‌تر بنویسیم، بتونیم به پادکست‌های مختلف مثل BBC 6 Minute English گوش بدیم و در مورد موضوعات روزمره و مختلف که ساده هستن صحبت کنیم. در سطح B2 هدف روان صحبت کردن و برقراری ارتباط و توصیف موقعیت‌های مختلف است. در این سطح باید حداقل 4000 واژه پرکاربرد رو بلد باشیم، گرامرهای پیشرفته‌تر مثل شرطی نوع سوم، پسیو وایس و اینا رو بلد باشیم، بتونیم متن‌ها و کتاب‌های اصلی و ساده نشده رو بخونیم، بتونیم متن‌های 250 کلمه‌ای 300 کلمه‌ای رو بنویسیم، در مورد موضوعات مختلف صحبت کنیم و در نهایت در سطح C1 هدف اینه که ما بتونیم به صورت حرفه‌ای و آکادمیک از زبان استفاده کنیم. یعنی باید حداقل 6000 واژه رو یاد بگیریم، کالوکیشن ها رو یاد بگیریم، فریزال ورب ها رو یاد بگیریم، بتونیم مقالات دانشگاهی تخصصی رو بخونیم، بتونیم مقالات طولانی رو بنویسیم، مقالات آکادمیک رو بنویسیم، بتونیم فیلم ها رو بدون زیرنویس انگلیسی ببینیم و متوجه بشیم، در مورد موضوعات مختلف فلسفی، اجتماعی، علمی صحبت کنیم و در مرحله بعد برای آماده شدن برای آیلتس بعد از سطح C1 یه سری کارها رو باید انجام بدیم. اول باید ساختار آزمون رو یاد بگیریم. با ساختار و مهارت‌های آزمون آشنا بشیم، چارچوبش رو یاد بگیریم. بعد از اون باید ماک بدیم حتما و تعیین سطح بشیم. بدونیم نمره فعلی ما در چه سطحی هست. بعد از اون باید با توجه به نمره فعلی، سطح فعلی، نمره مد نظرمون رو تعیین کنیم و یک مدت زمان منطقی رو برای رسیدن از نمره فعلی تا نمره مد نظرمون در نظر بگیریم. خب بعدش باید منابع درست و کلاس درست رو انتخاب کنیم. خب من اینجا یک لیستی از بهترین منابع آیلتس رو بهتون میدم در ادامه. بعدش باید برنامه مطالعاتی روزانه و هفتگی داشته باشیم و برای خودمون اهداف ماهانه تعیین کنیم. در طول این مسیر ما تکنیک‌ها رو یاد بگیریم و تست میزنیم. بعد از این ما باید در شرایط آزمون تست بزنیم، زمانبندی رو رعایت کنیم، تمرین کنیم و بعد از اون ماک بدیم، ببینیم چه پیشرفتی داشتیم و چه نقاط ضعفی داریم و این نقاط ضعف رو برطرف کنیم که بتونیم به اون نمره مد نظرمون برسیم. در ویدیوهای بعد من در مورد نحوه مطالعه علمی و صحیح و کاربردی براتون صحبت میکنم. پس کانال رو سابسکرایب کنید که اون ویدیو رو از دست ندید. اما یک سری از نکات مهم برای حفظ انگیزه و خودخوانی که باید حتما در طول این مسیر بهشون دقت کنید. نکته اول هدف گذاری هست. باید اهداف صحیح، شفاف و قابل اندازه‌گیری داشته باشید. مثلا به جای اینکه بگید من میخوام در آیلتس 7.5 بگیرم، بگید خب من میخوام در یک ماه آینده مثلا 10 تا یونیت از کتاب vocab for آیلتس رو بخونم، فلان گرامر و فلان گرامر رو یاد بگیرم که نقطه ضعفم هست، مثلا 20 تا از تاپیک‌های آیلتس اسیستنت رو تمرین کنم و غیره. اهداف واقعی، قابل اندازه‌گیری. نکته بعدی در مورد پیشرفت است. ما باید روند پیشرفتمون رو ببینیم. یعنی باید کارهایی که انجام میدیم رو برای خودمون ثبت کنیم. به چه اهدافی رسیدیم و در ادامه باید به چه اهدافی برسیم. این بهمون کمک میکنه که وقتی بی انگیزه میشیم، وقتی احساس میکنیم که هیچ پیشرفتی نداریم، برگردیم به مسیرمون نگاه کنیم، ببینیم چه مسیری رو طی کردیم و چه چیزایی رو یاد گرفتیم
این بهمون دلگرمی میده که من دارم مسیر درست رو ادامه میدم. نکته بعدی در مورد تنوع در مطالعه و منابع است. نکته اول اینکه اگر شما بیاید یک روز 6 ساعت زبان بخونید و بعد 5 روز هیچ کاری نکنید، هیچ فایده‌ای براتون نداره. و باور کنید اگر شما روزی 1 ساعت زبان بخونید، از اینکه شما یک روز بشینید 6 ساعت زبان بخونید، بسیار بسیار بهتر هست. مغز در هر روز یک سقفی داره برای یادگیری که طبق تحقیقات، مثلا کتاب دیپ ورک، این سقف حدود 4 ساعت هست برای یادگیری عمیق و خارج از این یادگیری بسیار بسیار کمتر میشه برای در مغز. بنابراین به جای اینکه شما بیاید یک روز چندین ساعت درس بخونید و چند روز دیگه اصلا درس نخونید، این رو تقسیم کنید و هر روز سعی کنید یک زمانی رو به مطالعه اختصاص بدید. نکته بعد این است که شما باید در مطالعهتون، در برنامهتون تنوع داشته باشید. یعنی به جای اینکه بشینید یک روز 2 ساعت اسپیکینگ کار کنید، بشینید در اون روز مثلا نیم ساعت اسپیکینگ کار کنید، نیم ساعت لیسنینگ کار کنید و غیره. به جای اینکه بشینید یک روز فقط گرامر یا فقط رایتینگ، تقسیم کنید، یه تایم رو به گرامر، یه تایم رو به رایتینگ اختصاص بدید و غیره. نکته بعدی در مورد پاداش دادن هست. شما باید در طول مسیر به هر هدفی که میرسید یک پاداشی به خودتون بدید. مثلا شما یک هفته منظم طبق برنامه‌تون پیش رفتید. در پایان اون روز، اون هفته، به خودتون یک هدیه کوچیک بدید. مثلا با دوستاتون برید بیرون، فیلم مورد علاقتون رو ببینید، یک کاری که شما رو خوشحال میکنه رو انجام بدید بنا به شرایط و ویژگی و علاقتون. بعدش شما در طول مسیر در بازه‌های زمانی بزرگتر هم باید به خودتون پاداش بدید. مثلا بعد از 1 ماه که طبق برنامه پیش رفتید، حتما به خودتون یک پاداش بزرگ بدید که شما رو دلگرم کنه، بهتون انگیزه بده که این مسیر رو ادامه بدید. و نکته بعدی هم در مورد استفاده از زبان هست. اشتباهی که اکثر زبان آموزا و حتی داوطلب‌های آیلتس انجام میدن اینه که فقط میخونن، ازش استفاده نمیکنن و این باعث ایجاد یک گپ بزرگ در دانش شما و توانایی شما در استفاده از اون دانش ایجاد میکنه. یعنی شما ممکنه گوش بدید به پادکست های مختلف، فیلم های مختلف، متوجه بشید ولی نتونید زبان تولید کنید، یا گرامر رو بلد باشید ولی نتونید ازش استفاده کنید. بنابراین شما حتما باید به طور فعالانه زبان رو یاد بگیرید که در مورد یادگیری فعال در ویدیوی بعدی توضیح میدم و از زبان استفاده کنید. از گرامرهایی که یاد میگیرید استفاده کنید، در رایتینگ، در اسپیکینگ. از لغاتی که یاد میگیرید جمله سازی تولید کنید و استفاده کنید. یک متن مثلا در مورد اون تاپیکی که در موردش لغت یاد گرفتید بنویسید. در مکالمات با پارتنرتون تمرین کنید و غیره. و در نهایت یادگیری زبان یک مسیر طولانی هست و شما باید از این مسیر لذت ببرید. یادگیری رو برای خودتون به یک فعالیت فان تبدیل کنید. به جای اینکه خودتون مجبور کنید که زبان بخونید، مثلا زبان خوندن رو با یک کاری که بهش علاقه دارید پیر کنید. مثلا یک نفر دوست داره بازی کنه. خب قبل از اینکه بازی کنه 2 ساعت یا 1 ساعت تایم اختصاص میده که زبان بخونه. این کار رو با کاری که بهش علاقه داره پیر میکنه. این یکی از روش‌هایی است که شما میتونید یادگیری زبان رو برای خودتون تبدیل به یک عادت کنید و ازش لذت ببرید. یکی دیگه از راهاش که گفتم اینه که به خودتون پاداش بدید. قبل از اینکه منابع رو بهتون معرفی کنم، بریم سراغ اشتباهات رایج در یادگیری زبان و آماده شدن برای آیلتس. یکی که بهتون گفتم حفظ کردن لغت و گرامر بدون استفاده از اون هست و بهتون توضیح دادم. دومی ایجاد انتظارهای غیر واقعی. حتما شما هم شنیدید و دیدید که مثلا در همین یوتیوب ویدیوهایی هست که من چطور 1 ماه آیلتس 7.5 گرفتم. این ویدیوها، این ادعاها بر اساس تجربه من، بر اساس معیارهای معتبر و بر اساس اساتید معتبر، تجربه اساتید معتبر و بین‌المللی، بر اساس معیارهایی که بهتون گفتم از کمبریج و بقیه جاها هست، انتظارات الکی هست و ادعاهای دروغین است. یادگیری زبان به صورت خودخوانم امکان پذیر هست
ولی یک فرایند طولانی هست. حتی اگر شما کلاس بدید، روزی 2 ساعت هم منظم هر روز بدون استثنا مطالعه داشته باشید، بازم یک بازی زمانی طولانی مدت نیاز هست که شما به سطح مورد نظرتون بتونید برسید. پس انتظارات واقعی و اهداف واقعی برای خودتون تعیین کنید. نکته بعدی در مورد ترس از اشتباه کردن هست که همتون میدونید، زیاد توضیح نمیدم. این جزئی از پروسه یادگیری هست، حتما باید اتفاق بیفته که شما پیشرفت کنید. نکته بعدی منابع نامناسب هست. اگر شما منبع غلط رو انتخاب کنید، لطمه بسیار بزرگی خواهید خورد و حتما باید برای انتخاب منابع با استادتون مشورت کنید. من در انتها یک لیستی از بهترین منابع رو بهتون معرفی میکنم. و نکته بعدی در مورد شروع کردن یادگیری تکنیک های آیلتس قبل از رسیدن به سطح مورد نظر برای نمره مورد نظر هست. مثلا یه نفر نمره 7 میخواد و از سطح B1 بهش میگن مثلا بیا کلاس های مایندست رو شرکت کن، یا من بهت کلاس آیلتس بذارم، یادگیری زبان با تمرکز بر آیلتس. اصلا اینا کاملا اشتباه است. شما اول باید پایه زبانی رو تشکیل بدید، به اون سطحی که لازم هست برای نمره مد نظرتون برسید، بعد از اون برید سراغ آیلتس. آیلتس تست سطح زبان شما هست و تا زمانی که سطح زبانتون در حد نمره مد نظرتون تقویت نشده باشه نمیتونید برید سراغ آیلتس. و اشتباه آخر هم تست نزدن در شرایط آزمون هست. شما حتما باید در طول مسیر آماده شدن برای آیلتس تست بزنید در شرایط آزمون. میتونید از کتاب‌های کمبریج استفاده کنید، تست‌های کامل رو بزنید، خودتون در منزل میتونید این کار رو انجام بدید و بعد که یه مقدار آماده شدید ماک شرکت کنید. میتونید ماک‌های آنلاین رو مثلا از آیلتس تهران شرکت کنید. هر 4 مهارت هست آنلاین، میتونید در خونه شرکت کنید و ببینید در شرایط واقعی آزمون چه عملکردی دارید. همچنین میتونید قبل از اینکه آزمون بدید حداقل 1 یا 2 بار در اون سنتر به صورت حضوری ماک بدید. اما بریم سراغ بهترین منابع برای هر سطحی از زبان و برای آیلتس. در سطح A1 یا بگینر، خب بهترین منابع اول اینکه شما باید در تمام سطوح و همچنین برای آیلتس حتما کلاس بدید. اگر بخواید خودخوان پیش برید این روند براتون خیلی طولانی تر از 2 سال هم میشه. پس بنابراین اگر میخواید این مسیر رو مطمئن پیش برید، یک بار برای همیشه در مدت زمان نسبتاً کوتاه‌تری از خودخوان این مسیر رو به درستی طی کنید، حتما باید کلاس بدید. برای کلاس هم میتونید در تلگرام به خود من پیام بدید یا جایی که دیگه که اعتماد دارید رو حتما شرکت کنید. اما کتاب‌هایی که باید در این سطح و منابع دیگه‌ای که باید بخونید. در این سطح باید 1000 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. یک فایلی هست با نام 1000 most frequently used words. خب این فایل رو میتونید در گوگل سرچ کنید، دانلود کنید و اون کلماتش رو یاد بگیرید. همچنین باید کتاب آکسفورد ورد سکیلز رو سطح الیمنتریش رو بخونید و تمرین کنید. این کتاب ممکنه برای کسی که سطح A1 هست یا میخواد به سطح A1 برسه یه مقداری سخت باشه چون به انگلیسیه. بنابراین شما میتونید در همین یوتیوب سرچ کنید، کانال هایی هستن که این کتاب رو به زبان فارسی آموزش میدن، 2-3 تا از این کانال ها رو ببینید، با اونی که راحت تر هستید جلو برید. برای اپلیکیشن ها شما میتونید از چت جی پی تی استفاده کنید، برای همه سطوح جواب میده، و همچنین از Learn English Grammar British Council. وبسایت ELLO رو میتونید برای تمرین لیسنینگ و همچنین مهارت های دیگه به کار بگیرید و بسیار مفید هست و همچنین نیاز به پارتنر دارید حتما. در سطح A2 شما باید همون کتاب آکسفورد ورد سکیلز رو تموم کنید، در این سطح الیمنتریش رو نه اینکه فقط بخونید، تمرین کنید، به کار بگیرید. بعد باید بیسیک گرامر این یوز رو مطالعه کنید و همچنین از اپلیکیشن های چت جی پی تی و Learn English Grammar British Council استفاده کنید، همون وبسایتی که بهتون گفتم، و داشتن پارتنر. اما در سطح B1 جایی هست که شما باید برید سراغ سطح اینترمدیت کتاب آکسفورد ورد سکیلز. برید گرامر این یوز سطح اینترمدیتش رو بخونید، با همین نام هست، گرامر این یوز.
و اینساید ریدینگ 2 رو برای تقویت مهارت ریدینگتون بخونید. در این مرحله میتونید از اپلیکیشن های چت جی پی تی برای تقویت همه مهارت ها و تندم که برای تقویت مکالمه هست استفاده کنید. تندم یه اپلیکیشنی است که شما میرید درش عضو میشید و اونجا یک جایی داره به اسم پارتیز. اونجا روم های مختلفی هست. شما خودتون هم میتونید روم مورد علاقه خودتون رو ایجاد کنید و با افراد مختلف از سراسر دنیا صحبت کنید. نیتیو اسپیکر هم هستن که میتونن به شما کمک کنن. و همچنین میتونید در این ساعت از یوتیوب بسیار استفاده کنید، مخصوصا از کانال BBC Learning English. در سطح آپر اینترمدیت شما باید اون سطح اینترمدیت کتاب آکسفورد ورد سکیلز رو تموم کنید، انگلیش گرامر این یوز رو تموم کنید. تموم کردن این که فقط بخونید ها، استفاده تمرین و اینساید ریدینگ 3 که مهارت ریدینگتون بسیار تقویت بشه. همچنین از چت جی پی تی و تندم میتونید استفاده کنید و در یوتیوب هم میتونید BBC Learning English، TED Talks، All Ears English رو سابسکرایب کنید و ازشون استفاده کنید. در سطح اینترمدیت B1 و B2 جایی هست که شما برای تقویت مهارت رایتینگ میتونید برید سراغ کتاب‌های لانگمن اکادمیک رایتینگ سریز که اونجا از پاراگراف نوشتن بهتون آموزش میده. جلدهای مختلفی داره تا نوشتن اسی های مختلف در مورد موضوعات مختلف. و در سطح ادوانسد هم شما باید ورد سکیلز سطح ادوانسدش رو بخونید و برای گرامر من کتاب آکسفورد انگلیش گرامر کورس رو پیشنهاد میکنم و اینساید ریدینگ 4. اپلیکیشن هم که تندم کماکان هست، چت جی پی تی هست و برای تقویت ریدینگ The Conversation و The Guardian. یوتیوب هم همون کانالی که بهتون معرفی کردم، BBC، TED Talks و All Ears English. اما بعد از اینکه به سطح C1 رسیدیم، خواستیم برای آیلتس آماده بشیم، بهترین منابع آیلتس کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS هست. یک کتاب سفید رنگ نوشته پالین کالن و یک آثار دیگه است از کمبریج هست و بسیار کتاب مفیدیه و بهتون آشنایی کامل رو در مهارت‌های مختلف آیلتس میده. همچنین در این سطح شما باید جلد اول و دوم فوکس آن ووکب رو بخونید، ووکب فور آیلتس رو هم بخونید و کتاب گرامر هم که قبلا معرفی کردم همونا کافی هست. و همچنین شما میتونید از کتاب‌های پالین کالن با عنوان The Key to IELTS استفاده کنید. برای تسک 1 هست، برای تسک 2 هست، برای اسپیکینگ هم به تازگی منتشر شده. اگر هم نمیتونید به این کتاب‌ها رو دوست ندارید بخونید، زیاد هست براتون، در کورس‌های آمادگی آیلتس حتما شرکت کنید. من پیشنهاد اول، دوم و سومم اینه که حتما کلاس برید. و در انتها بهترین منبع هم کمبریج آیلتس سریز هست از شماره 12 تا اخیراً که 20ش منتشر شده. اپلیکیشن هایی هم که میتونید استفاده کنید بهتون گفتم فقط یه اپلیکیشن برای اسپیکینگ بسیار مفید هست، تاپیک های مختلف رو بهتون میده و ایده آیلتس سپیکینگ اسیستنت هست. نسخه کرک شدهش در گوگل هست، میتونید سرچ کنید، دانلود کنید و استفاده کنید. خب همچنین کانال های یوتیوبی که میتونن به شما کمک کنن، کانال خود من هست، همه این نکات رو اینجا باهاتون به اشتراک میذارم. ویدیوهای بعدی در مورد پارت های مختلف آیلتس رو براتون آپلود میکنم. همچنین یک دوره کامل رایتینگ رو هم براتون به زودی منتشر میکنم. مهارت های مختلف برای رسیدن به بند 7 رو بهتون آموزش میده و همچنین کانال آیلتس ادوانتج هم میتونه بهتون کمک کنه. و در پایان ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی رو هم ببینید.